لایحه‌های او بیشتر به حیات زنان ربط دارد و از مشکلات و موفقیت این قشر میگوید. به خصوص طرح‌های نیروی شما در چیز خواهران و مردکار از لایحه‌های موفقی بودند. فیلم مردکار که درباره زندگی سخت زنان کارگر در ولایت ختلان قصه میکرد، سر و صداهای زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد تا آنجا که وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان به نزد این زنان رفت و به مشکلشان گوش داد. فیلم اخیر او درباره زندگی مشکل ساکنان یک روستا در ناحیه کوهستان مسچا نقل میکند. مهمان امروزه ما محبوره کرام و روزنامه‌نگار و مؤلف چند فیلم مستند میباشد. محبوره، سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. نخست میخواستم درباره فیلم مردکار پرسم. ایده تهیه این فیلم از کجا پیدا شد و هدف از برداشتن آن چه بود؟ ایده فیلم 2 سال قبل پیدا شد. راستی گپ درباره بازار مردکار زنان پیشتر از ایده من، یعنی پیشتر از اون که همین فکر به سرم آمد، خبرگزاری آزیا پلوس یک مواد کوتاه 2 دقیقه‌ای نه کپشن ویدیو تهیه کرده بود و راستی گپ همون وقت من همچون پرودوسر در لایحه سلام ساسیدیم کار میکردم و همین ویدیوی 2 دقیقه‌ای نه در دایره همون لایحه آماده شده بود. راستی دیدم بسیار تاثیرم کرد و فکر کردم که این موضوعی است که باید فراتر از اون، یعنی 2 دقیقه بیشتر باید آماده شود و یک مطلب بزرگ حجم تر باید باشد و چند وقت از پیش بودم در نظر دارم همین فکر در سرم بود، اما جرأت نمی کردم از پیش شوم، چون که تا این دم من مثلا از پی آماده کنی فیلم مستند هیچگاه نبودم و فکر می کردم شاید از بودش نبرم. بعد وقتی همین از جانب اینترنیوز آزمون اعلان شد، فکر کردم که الگه وقتش آمد باید از پیش شوم و یک بار رفتم همراهشون صحبت کردم، همراهی همان زنها و راستی گپ اعتمادم کاملتر شد که این موضوع سزاوار یک فیلم مستند است، چون که وقتی شما درباره یگان مشکلات در دایره 1-2 دقیقه مطلب آماده میکنید، نمیدونم چرا اما تجربه کاری من نشان میدهد که تاثیرش اونقدر زیاد نمی شود. یعنی که تماشابینان می توانند کامنتاری گذارند، شرح گذارند، در اطرافش صحبت کنند، اما توجه ساختارهای لازمه را جلب نمی کند وقتی که شما تنها 2 دقیقه مواد آماده می کنید. اما وقتی یک چیز جدی‌تر آماده می کنید، یعنی فیلم مستند است مثال یا اینکه یکم سوژت تحلیلی، اون وقت مثلا اهمیت میدیم. هدفش چی بود؟ هدفش همین بود که به مسئله مذکور ساختارهای دخلدار توجه ظاهر کنند و از پی حل این مشکل شوند، چون که خودتون میدونید که این بازار مثلا دیروز پیدا نشد. بازار زیاده از 10 سال علاقه فعالیت میکند، زنها همه روزه اونجا میبین از پس روزی خود و راستی گپ در این سال و زمان به فکر من شرمندگی است که مثلا همین خیلی زنها تا امروز باشن و از پی روزیشون شوند و این رو. کدام لحظه های فیلم خاطرمان بودند؟ مثلا برای من اون لحظهش خاطرمان بود که نورسان خردسال تا بیگاه در خانه مادرشان را منتظر میشن تا مادرشان از بعد از کار برای آنها یگان خوراک بیارد. برای خود شما کدام لحظهش بسیار خاطرمان بود؟ برای من هم این لحظه بسیار لحظه تاثیرگذار بود، اما راستی که پسی پرده پسی فیلم لحظه های خیلی زیاد بودن که تاثیر بیشتر داشتن. مثلا برای من تا امروز خیلی علام‌آور است که در برابر همین زنها کودکایشون میبینن و بازار همراهشون کار میکنن. مثلا اونها حالا نابالغ هستند اما برابر مادرشون میرون همون مردکاری میکنن، فرق ندارد اون دختر است یا پسر است. مثلا قهرمان سیوم ما بی زیاده دخترش صنف 8 میخواند و برابر او میرود و کار میکند که به فکر من بسیار یک حالت ناگوار است. خیلی خوب.
یک مؤلف تا کجا میتواند همدرد قهرمان یا پرسنج خود باشد؟ شما خود را همچون مؤلف بی‌طرف و یا بی‌حس میشمارید؟ در ژورنالیستیکا البته به ما میآموختند که در فاکولته ژورنالیستیکا اصلا در ردکسیا میآموزند که ما باید بی‌طرف باشیم ژورنالیستان، یعنی که بالانس رعایت کنیم، موازنت و بی‌طرفی خود مثلا نسبت به موضوع نشان دهیم. اما به نظر من وقتی که شما الکی به حیث رژیسور به موضوع نگاه میکنید، بی‌طرفی ظاهر کردن تماما نمیشود، چون که تا اون دمی که شما درد قهرمان احساس نکنید، شما همون به همون پررگی، به همون تمامی دردش نشان داده نمیتوانید. یعنی شما همدرد اون قهرمان خود بودید. بله. بعد از پخش فیلم مردکار در شبکه یوتیوب، خب سر و صداهای زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد، کمک‌های زیادی هم به قهرمان‌های فیلم شما رسید. فکر می‌کنید رسالت شما با همین به اتمام رسید؟ راستی گپ نی، مقصد من البته کمی دیگر بود. من میخواستم که مثلا وزارت مهنت توجه کند و مشکل اونها حل کند، اما در آغاز طوری گفتم وزارت مهنت توجه نکرد افسوس، اما نفرانی بودند که خواستند کمک خود به اونها رسانند و اینم خوب است، چون که تا امروز من با اون بانوها در علاقه هستم، زنگ میزنند. راستی گپ تا امروز من از پخش این فیلم البته زیاد از 4 ماه گذشت، تا امروز آدمایی هستند که با اونا کمک میبرند. مثلا من با زلفیه، همون زنی که 2 دخترش همه روز در خانه میگذارد و میرود، با اون چند روز پیش هم صحبت شدم. در این مدت، یعنی در 4 ماه، اون خیلی کمک پولی زیاد گرفت از خارج. تاجیکایی که در امریکا زندگی میکنن، تاجیکایی که در روسیه، در قزاقستان مبلغای خیلی زیاد فرستادن. به نظرم اینم خوب است. اما رسالت شما رو با این بنده؟ البته به نظر من که البته اگر وزارت مهنت توجه کند و مشکل اونو پوره حل کند، اگر مثلا یک روز ما بیدار شویم و فهمیم که این بازار وجود ندارد، اون وقت رسالت من شاید انجام یافته. یک سوال دارم که چرا شما در آغاز صحبت گفتید که موجودیت چنین بازار، بازار مردکار، بازار زنان یک شرمندگی است؟ چرا؟ ببینید، ما درباره استقلالیت صحبت میکنیم، همه روز میگوییم که شکرگزار باید باشیم، چون که وطن ما امروز گل شکوفانه است، مشکلاتش نیست. اما وقتی شما مثلا این چیزا در تلویزیون های دولتی میبینید، در تصورتون تماما یک کشوری خیلی آباد و آرام مثلا در نظرتون پیدا میشد. اما وقتی شما یک قدم بیرون از پایتخت میروید، شما میبینید که حقیقت، واقعیت تماما دیگر است. من البته میفهمم که برای چی تلویزیون های دولتی همه وقت جهتی گویم خوبی شاید روزگاری ما رو نشان میدن، اما به نظر من باید این پهلوی موضوع هم نشان داده شود. فیلم نوی شما سیلکنده که همین چند روز پیش پخش شد، درباره زندگی سخت ساکنان یک دهه دوردست در ناحیه کوهستان مسجد قصه میکرد. پیش از آن فیلم علیچار هم درباره زندگی سخت ساکنان یک دهه دوردست در ولایت بدخشان نقل میکرد. فکر نمیکنید که روی دشواری های زندگی مردم تمرکز کردید و از پدیده های مثبت کناره‌جویی میکنید؟ در نتیجه خب این خلاصه پیش میآید که زندگی تاجیکان به خصوص زنان خیلی سخت و سنگین است. اگر من بالای سختی های زندگی مردم توجه نکنم، یعنی پس کی باید کنند؟ به نظرم بسیار است. تلویزیون های دولتی ما بیشتر روی پهلوهای یعنی مثبت و خوب زندگی مردم تمرکز می‌کنند، اما شما از این طرف فکر نمی‌کنید که کار هر دوی شما یعنی یک گونه است؟ آنها خوب تنها یعنی از یک بهشت میخوان تصور کنن، شما یک دوزخ میخواین. خوب ببینید، در دایره فعالیت روزنامه‌نگاری من سالهای بود که من مثلا خیلی زیاد درباره پهلوهای مثبت حیات در تاجیکستان نقل میکردم. مثلا همون لایحه سلام ساسیدی، راستی گپ ما 187 یا 85 ویدیو آماده کردیم، همش موضوعهای مثبت بودن.
درباره مثلا کمبودی ها ما اصلا صحبت نمی کردیم. من گفتنی نیستم که مثلا امروز من تنها درباره کمبودی صحبت میکنم. حالا در دایره مثلا فعالیت من همچون رژیسور و همچون ژورنالیست مستقل من تنها 3 فیلم آماده کردم که اون البته تنها درباره پهلوهای سخت زندگی مردم بود. اما این معنای آن را ندارد که فردا من مثلا درباره پهلوهای خوبش هم نقل نمی کنم. البته این گونه موضوع هم می شود در آینده. فیلم های تهیه کرده شما اساساً در دایره لایه های گرانتی عملی می شوند. موضوع های شما را کی انتخاب می کند؟ کسانی که گرانت می دهند و یا خودتان؟ نه، البته تنها خودم. مثلا در جامعه یک اندیشه بسیار قالبی پیدا شده است که اگر گرانت باشد پس اونها دیکته میکنند که تو چی موضوع باید از پسش شوی. درست؟ این گونه نیست. من نمیدونم برای چی شما خیلی فکر میکنید. این خیلی نیست. موضوع ها از جانب هر یک مثلا مؤلف مستقلانه پیشنهاد می شوند و تا امروز مثلا یگم سازمانی که به من مثلا مبلغ پیشنهاد کرده است برای مثلا به نوار گرفتن این یا آن فیلم تا امروز نگفتند که نه محپوره این موضوع به ما جالب نیست، موضوع دیگر از پیش شو. نه، این خیلی نبود. تا امروز مثلا من مستقلانه خودم پیشنهاد و دخالت هم نکردم. خوب است. انتظاری شما از این فیلم ها چیست؟ مثلا شأن و شهرت، جایزه ها در فستیوال ها، راضی بودن از خود، مبلغ یا حل مشکل مردم؟ حل مشکل مردم. چون که من چند بار مثلا در اینترویوهای دیگر هم تکرار کرده بودم و گفته بودم که اگر پس از نشر مثلا پرابلم‌های مردم، مشکلات مردم حل نشود، پس من به مقصد نرسیدم، پس اون فیلم یک به هدف خود نرسید. بله. خب یک سوال دیگر داشتم و بعدا درباره فعالیت روزنامه‌نگاری شما می‌خواستم بپرسم. لایحه نیروی شما در چیز خواهران شما کمی پیش از آن یادآور شدید، اصلا صحبت با زنان موفق را در بر می‌گیرید. فیلم‌های مردکار و سیلکنده باشند بیشتر درباره زندگی سختی زنان در منطقه‌های دوردست تاجیکستان قصه می‌کنند. به نظر شما مشکلات اصلی زنان تاجیک امروز کدام‌ها هستند؟ مشکلات خیلی زیادن راستی گپ. اگر خوب نمبر کنیم، اگر به نظر من در جامعه امروزه ما افسوس اما زن تا حال در زینه پایان‌تر است به نظر من از هر نگاه. حتی اگر مثلا اگر در مثال زنهای مردکاری که از مثلا درباره زندگیشون من فیلم آماده کردم، اگر در مثال اونها نگاه کنیم به موضوع ببینید که همه آنها نخوندند و مردهای خانوادهشون ضرور هم نشمردند که این زنها باید حالا در آوان کودکی به مکتب روند، تحصیل کنند، بعداً به دانشگاه روند. یعنی زن جایگاهش همیشه 100 قدم دورتر از مرد است در جامعه ما. هر چند سالهای اخیر اینقدر معامله شدن؟ بله، هر چند. بله. ببینید همین زنهایی که در مردکار بزرگ هستند همه‌شون تقریبا تا صنف 4 تنها مکتب خواندن. خیلی این امکان دارد من نمیدانم. اکنون ببینید که اگر همین مشکل حل نشود فرزندان آنها هم دوچاری همین پرابلم می شوند. برای چی؟ چون که آنها وقت ندارند، مبلغ ندارند که فرزندانشون مکتب خوانند. مثلا در همون مردکار بزرگ اگر شما روید ببینید، طوری گفتم همون دختری که صنف 8 است مکتب نمی رود. چون که وقت ندارد، چون که مبلغ باید یابد برابر مادر. باز کودکایی هستند که از اونها خردترند و اونها هم مکتب نمیخوانند. یعنی که این پرابلم هیچگاه راه حل خودش نمییابد. بله، اگر امروز مثلا همین پرابلم حل نشود پس تقدیر اونها در فرزندانشون تکرار مییابد. بله، به نظر من در جامعه امروزه ما نقش زن کمتر باید توجه بیشتر شود و نگاه مردم هم دیگر شود. خب شما سالهای زیاد همچون روزنامه‌نگار در رسانه‌های داخلی و خارجی کار کرده. چی سبب شد که از روزنامه‌نگاری به فیلمبرداری گذشته؟
ба назари ман филмбардорӣ ин идомаи кори журналистӣ аст. Яъне ман миёни ҳарду ин чиз фарқ намегузорам. Ман фикр намекунам ки агар ман аз паи филм сабти филм шудам, пас ман аллакай рӯзноманигор нестам. Не, ман рӯзноманигор боқӣ мемонам. Баъдан ин документалистика аст, яъне кори ману шумо ҳам имрӯз нақли воқеият аст. Бале шумоям воқеият нақл мекунед, манам камакак шакли таҳиямо камакак шояд дигар бошад, аммо мақсади асосӣ ҳамон аст. حالا که گفتید که از روزنامه‌نگاری دست نکشیدید و کنار نرفتید، لطفاً میگفتید که حالا وضع آزادی بیان را در تاجیکستان چگونه ارزیابی میکنید؟ خب ببینید، اگر من تا اینکه از پای همین موضوع شدم فکر میکردم که شاید پس از نشر مطلب ها مشکل ایجاد شود از جانب بعضی از ساختارها. اما من نمیدونم، عجیب است، شاید من حالی با عزت نفسی یگم نفر اونقدر سخت نرسیدم. یعنی یگم وای نشد. من گفتم اگر در مثال من تو امروز مثلا من یگم پرابلم ایجاد نشد پس از موادهایی که من نشر کردم، اما این آغازی راه است. ما حالی نمیدونیم که پس از این چی میشود. تا خط سرخ نرسیده. شاید بیشتر در موضوع اجتماعی بله. اما طوری ما میدونیم امروز موضوع اجتماعی موضوع خفناک شده ایستادن، چون که طوری شما گفتید درباره کرونا ویروس موادهای زیاد شما اومده کردید، در رادیوی آزادی و پرابلم‌های زیاد از پای اون آغاز شدن. همکاری ما در آسیا پلوس برای انعکاس همین موضوع زیر لطف قرار گرفت. البته شاید من حال تا خط سرخ نرسیدم، اما اگر در مجموع گویم بله، به نظر بهای عمومی من وضع اونقدر خوب نیست. البته اونقدر خوب نیست، خصوص من بسیار مثلا از مشکلاتی که امروز آسیا پلوس دارد و تا چند سال است که مثلا سامانه‌اش بلوک شده است، بسیار میدونید نگرانی دارم، چون که آسیا پلوس طوری میدونیم برای من، شاید برای بسیاری ها آسیا پلوس رسانه خبری تاجیکستانی رقم 1 باقی میماند، چون که و محدود کردن امکانیت های این رسانه البته بر ضرر جامعه است به نظر من و خوبم نیست. من نمیدونم عاقبتش تا کجا میرود، شاید از این مشکلات بیشتر هم در پیش اونها رو انتظار است، اما همکسبانم در آسیا پلوس خیلی مردانه‌وار این چیز پسی سر کرده است. اگر که با 10 سال پیش مقایسه کنیم امروز وزن‌تر است. نه، مثلا دیگر است. اگر با 10 سال پیش مقایسه کنیم خبرنگاری شرف است، دردسر و یا تبلیغات چی؟ با نظر داشت اون چیزی که حالا در فیسبوک میگذره، یعنی خود ژورنالیست اونایی که واقعا رسالت کسبشون اجرا میکنن همین بیشتر زیر فشار میمونن، فشار یک طرف، زیر حتی حمله های لفظی در فیسبوک. برای همین خبرنگاری حال یک شرف است، دردسر و یا تبلیغات چیه؟ از نگاه کی؟ از نگاهشون. اگر با 10 سال پیش مقایسه کنیم، از سال 2010 تا امروز، برای بعضی‌ها شاید ما تبلیغاتچی باشیم، برای بعضی‌ها شاید ما دردسر باشیم، برای من شرف است. برای شما شرف؟ بله. خب امروز بیشتر کلمه ترس رو میشنویم. کی و چرا میترسه؟ خب آیا شما هم میترسید؟ بله. از چی میترسید؟ نترسیدن در زمان امروز امکان ندارد. من با گفت تاجیکا مردم ما یک مقوله بسیار خوب دارن، میگن که پوچت رو موافق کرپچت دراز کن. یعنی تا امروز من موافق کرپچه دراز میکنم، یعنی از اون کرپا زیادتر امروز جرأت نمیکنم. نباشد. اما ما میدونیم که ما در کدام کشور زندگی میکنیم، برای همین کرپا هست، محدودیت هست و به فکر من در هر صورت امروز من کوشش میکنم که در دایره اون امکانیت هایی که دارم رسالت خود به درستی انجام دهم. یعنی شما قبول دارید برای خود یک خط دایره معین کشیده هستید، از اون بله، از اون زیاد پا نمیگذارم. از اون فراش چی هست موضوع؟ راستی که برای سال آینده از پای یک موضوع باید شوم، یک فیلم مستند دیگر آماده کنم. کمی از دایره کرپام زیادتر است، راستی که نمیدونم عاقبتش چی میشود. در چی موضوع است؟ موضوع تروریسم.
بله میتونید کمی نه کمی سر نمیدیم کمی سر نمیدیم یگونه چیزی گفته میتوانم که از دایره کورپام کمی زیادتر است اما من کوشش میکنم که اونم تا آخر به انجام رسم خب بعد میبینیم چی میشود اگر مشکل ایجاد شود پس و سوالی به نظرم معمولی نقشه های آینده شما چی است؟ آیا می توانیم فیلم های نوی رو منتظر باشیم؟ از ماه ینور یک قطار سلسله ویدیو اینترویو ها آماده میکنم هر ماه باید یک تگی آماده شود بعدا هر 3 ماه سوژه های تحلیلی آماده می شوند بعد در سال آینده باز نشر یک فیلم مستند در نظر است طوری گفتم موضوعش موضوع تروریسم است یک کمی بیشتر گفته می توانم که همون واقعی که سال 18 شده بودن در دایره همون موضوع است یعنی حمله تروریستان به ولاتوریستان. تشکر برای صحبت. بیننده عزیز همصحبت ما بودند محبوره کیرامووا روزنامه‌نگار و مؤلف چندین فیلم مستند. تشکر از شما هم که تا این لحظه با ما بودید. سال نوتان مبارک.